به نام خدا. سلام عرض می کنم به شما همه عزیزان و اینکه به کانال سلامت باشید خیلی خوش اومدید. حتما اینجا اومدید به خاطر اینکه لک‌های صورت شما رو اذیت میکنه و میخواین راه حل و درمانی براش پیدا کنید. بعید نمیدونم از شما که حتما فشیال صورت انجام دادین، پاکسازی صورت انجام دادین و حتی لیزر کرده باشین و اصلا نتیجه ای از این کارهایی که انجام دادید نگرفته باشید، نتیجه مطلوب و دلخواه شما اصلا حاصل نشده باشه. خب من اینجام تا این موضوع رو برای شما باز کنم که چرا لک‌های شما پاک نشده و اگر هم پاک شده موقتی بوده و دوباره بازگشت داشته. در اینجا من چند تا اسلاید گذاشتم برای اینکه بتونم بهتر با شما در ارتباط باشم. فشیال پوست خیلی خوبه برای بعضی از ویتامین تراپی ها، کلاژن تراپی ها خیلی مفید هست، ولی هیچ کس حتما بهت نگفته که علاوه بر این فشیال پوست و این ویتامین تراپی ها و کلاژن تراپی ها چه کار مهم دیگه باید انجام بدی تا لک ها بازگشت نداشته باشه. و حتی بعید نمیدونم شما به خاطر درمان لک های صورتتون نزد متخصص رفته باشین و متخصص انواع ویتامین ها و انواع سرم ها رو بهتون پیشنهاد داده باشه و براتون تجویز کرده باشه و شما استفاده کردین و به طور موقت لک های شما پاک شده، ولی باز دوباره بعد از مدتی که این روتین پوستی رو استفاده نکردین لک ها دوباره صورت شما برگشت داشته. و الان اینجام که برای شما بگم چه اتفاقی افتاده و چطور باید به صورت دائمی از شر این لک ها خلاص بشیم. من اینجا 3 عامل خیلی مهم که باعث به وجود اومدن لک صورت هست و برای شما بازگو میکنم. مهمترین لک هایی هستن که مقاومن، یعنی شما با تجویز پزشک داروهاشو استفاده کردین، هرچی تجویز داشتین، فشیال انجام دادین و اون اصلا پاک نشدن، مثل این لک های بارداری که بسیار مقاوم هستن و با حتی ضد آفتاب های خیلی قوی در صورت درمان دوباره بازگشت داشتن. من اینجا به شما توصیه میکنم اگر این نظر من رو قبول دارید، خواهش میکنم برای من کامنت بذارید و بگید که همینطور هست، چون من با تحقیق 24 سالی که در مورد لک های پوستی داشتم، به اتفاق تمام کسانی که لک داشتن بدون استثنا لک های پایداری داشتن. همین که من بهشون این پیشنهاد رو دادم که آیا شما از آب استفاده می کنید یا نه، بدون استثنا 99%شون تماما گفتن نه، ما آب استفاده نمی کنیم. خب عزیز دلم، وقتی یه خانم باردار هست به شدت بدنش نیاز به آب داره، چون اون مایع آمونیاکی که در اطراف جنین فرا گرفته آب هست، بیشتر مواد تشکیل دهندش آب هست و وقتی شما آب استفاده نمی کنید این بدترین اثر رو روی پوست شما میذاره و خودشو به شکل لک نشون میده. معمولا هم خیلی از خانم ها و کسانی که این لک ها رو دارن میگن آره ما چای زیاد میخوریم، ولی عزیز من هیچ وقت چای جای آبو نمیگیره. شما چای میخوری بلافاصله اجابت مزاج دارید و مجبورید به سرویس دستشویی مراجعه کنید، ولی اگه آب استفاده میکنین این اجابت مزاج شما خیلی اصلا 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت بعد اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی این آب واقعا جذب بدن شما میشه و شما به جذب آب به بدنتون نیاز دارید. خب یه چیز خیلی مهم اینجا باید به شما بگم که مثلا خیلی از خانم‌ها اینجا میگن یا آقایونی که لک دارن و به این ویدیو
مراجعه کردن میگن خب ما تا حالا آب استفاده نکردیم یا آب خیلی کم استفاده میکنیم، حتی روزی نصف لیوان، حتی هفته یه بار. و من مراجعه کننده داشتم که اصلاً به هیچ عنوان آب نمیخورده و فقط وقتی که قرص میخورده، یک کوچولو آب میخورده که قرص به قول معروف از گلو به سمت معدش بره. خب و بدترین لک ها رو هم همین خانم ها و آقایون مراجعه کننده داشتن و معلوم و طبق تحقیقات زیادی که کردم و مشخص و معلوم هست که هیچ دلیلی برای این لک ها وجود نداره به غیر از اینکه آب استفاده نمی‌کنن این مراجعه کننده های من. خب من الان از شما میگم که فوری نرید 1 لیتر آب 2 لیتر آب در طول روز استفاده کنید. اولا که خیلی از خانمایی که آب نمیخورن اصلا میلی به آب ندارن و همچنین آقایونی که آب نمیخورن میل به آب ندارن. من براشون توصیه میکنم در 1 لیوان آب یا یه پارچ یا بطری آب یه تیکه لیمو با یه مقدار نعنا بذارن تا طعم آب براشون خوشایندتر باشه. علاوه بر خاصیت خیلی زیاد و فراوانی که لیمو و نعنا داره، میتونه باعث بشه که اینا به نوشیدن آب علاقه‌مند بشن. و خیلی چیز مهم دیگه که باید به شما بگم، نباید برید در طول یه روز فوراً 1 لیتر آب سعی کنید استفاده کنید، چون مکانیزم بدن اونهایی که تا حالا آب استفاده نکردن یا خیلی کم استفاده کردن طوری هست که با اگه شما 1 لیتر آب در روز استفاده کنید مطمئن باشید که به مشکل برمیخورید و مکانیزم بدنتون به هم میریزه. من به شما توصیه میکنم کم کم آب رو استفاده کنید. مثلا صبح نصف لیوان، ظهر نصف لیوان، شب نصف لیوان تا 3 روز این روش نوشیدن آبتون باشه و بعد از 3 روز یا حتی 4 روز شما این نصف لیوان ظهر رو و صبح و شب رو یه مقدار بیشترش کنین و در بعد از 1 هفته یا 2 هفته شما شروع به نوشیدن 1 لیتر آب در طول شبانه روز کنید و اگه تونستید این مقدار رو بیشتر کنید. البته به شما حتما توصیه میکنم که کم کم خوردن آبتون رو اضافه کنید. بعد از 2 یا 3 هفته شما بتونید راحت 5 یا 6 لیوان آب رو بدون اینکه برای بدن شما مشکلی پیش بیاد استفاده کنید. و من میخوام از تجربیات خودم برای شما توضیح بدم که بارها شده مراجعه کننده ها با لک های صورت که روش کلی ضد آفتاب زدن، در صورتی که اصلا به قول معروف ماسیده، ضد آفتاب رو صورت ماسیده، ولی همچنان لک ها مقاوم هستن. و یا خانم هایی که دیدم اصلا سعی میکنن در برابر آفتاب قرار نگیرن ولی باز هم لک داره صورتشون. و اینها بدون استثنا وقتی من ازشون پرسیدم آیا شما آب استفاده میکنید، آب مینوشید، و بدون استثنا گفتن نه ما هرگز آب نمیخوریم، چای زیاد استفاده میکنیم ولی آب نمیخوریم. و این مطمئن باشید این لک های مقاوم به خاطر ننوشیدن آب هست. اینجا خواستم یه مورد دیگه هم برای شما بگم که روی لک شدن صورت شما خیلی تاثیر میذاره و حتی با فشیال و لیزر هم لک های شما پاک نمیشه و اون ممکنه خدای نکرده بیماری های کبدی شما باشه که من فعلا وارد این مقوله نمیشم. و مورد سوم اجابت مزاج شما عزیزان هست. اگر شما اجابت مزاج شما، یعنی هر وقت نیاز به سرویس دستشویی دارین و نیاز به دفع دارین، نرید سرویس دستشویی. مثلا الان مثلا صبح هست نیاز به دفع دارین، نرید و مثلا ظهر برید. این مدفوعی که در بدن باقی میمونه 100% باعث ایجاد لک‌های بد و مقاوم میشه. شما از همه کسانی که اینجا دارن این ویدیو رو میبینن خواهش میکنم اگه این واقعیت داره برای من کامنت بذارن و بگن که آره اجابت مزاجشون هم دیر به دیر هست و هیچ علت دیگه ای نمیتونه به غیر از این 3 علت باعث به وجود اومدن لک بر روی صورت بشه. و اگه شما آب کافی ننوشید و هر ماه 2 بار یا 3 بار فشیال عالی داشته باشین، کلاژن تراپی داشته باشین، ویتامین تراپی داشته باشین ولی آب استفاده نکنید، بدون شک هیچ کدوم از اون لک‌های صورت شما پاک نمیشه
و اگر هم پاک بشه فقط به صورت موقتی هستش. پس به همین راحتی شما میتونید لک های صورت خودتون رو، حتی بدترین لک ها رو درمان کنید، چون علت به وجود اومدن لک ها رو متوجه شدید. من از شما میخوام که اگه این ویدیو مورد علاقه شما بود و دوست داشتین کانال منو سابسکرایب کنید، لایک کنید و کامنت بذارید تا بقیه کسانی که با این مشکل دست و پنجه نرم میکنن بتونن مشکلشون رو به راحتی حل کنن. خیلی ممنون از این که با ما همراه بودید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.